الو سلام علیکم. علیکم سلام. کی به روز سازیم خوبه نکا جان؟ تشکر، سلامت باشین. که جان من هم یک ده گفتنی دارم برای همو بچه هایی که گفت زد پشتی همی حکومتی را گریفت. خب ملت ای چیز فرق نمیکنه، چی نمیخیزه پشتی یک از دیگه گم میزنه. مردم زن ده ها زن اومدگی مهاجر شدگن. من فرزن مایدکی من 8 ماه پرتفتم اومدم. من 7 سال شد کار کردیستم، ناموس کرده در روسیه من کار کردیستم. من کنیزی تایپوی ای روسا نیستم نویرنه. بله. اومدم من در اینجا کار کردیستم. من نه مادر دارم نه پدر دارم. من 4 تا خواهرچه دارم طلبه مکتبم. اینا یاردم کردن به خدا قسم. رئیس محله خواهرچم دید استش گفت است اکا خیلی نمیدونی ما نداریم هم خیل خوردنی خیلی ما را یاردم که اومد در خانه همسایمون. خواهرم دیدش گفت مال یاردم تون میکنم گریخته رفته. این همی مردکی میدونم ما بی پدریم بی مادریم. ما 5 فرزندیم در یک خانه مایده بودیم و تا چه مگذشت ما کلون شدیم شکرانه الله. نیکی ای چی گپای اینا من فرزندی مایدکی من 8 ماه بده که جون من پرتفتم اومدم ناموس مرا نمون. من خستم اومدم در شهر مردم کار میکنم. بله. الهی از عضو میلاد مردکوی ما کجا دین؟ مردکوی ما کجا دین؟ مردن این ناموسشون کجا شیدگی؟ زناشون برآمدن زنا برآمدن دخترا برآمدن کار کردیستن در شهر مردم. تو چند ای لعنتی حرامی خدا زده پدرنالت مردم دفاع میکنن. تو چنده؟ خیلی نمیتونن مردو گپ زده بمونن زنا ببروین گپ زن بمونن زنا ببروین میتین کنن. با خدا اکا میگم در شهر مردمم جایشید اکا والله بالله تعالی من نانی خوردن نیفتم. کار نبوده همین چیز. نانی خوردن نیفتم. من سوم نیفتم سومی کوارتیرم افتم. همین چی کار کنم من نمیدونم دیگه. خدای را سیاه پیچمرگ بکشه بای اولادش. لعنتی حرامه. تو چند ما عذاب میکشیم. فکری خود مکنم فکری فرزندو مکنم فکری فرزندوی پدر مکنم. نمیدونم دیگه در ره موندم چیکار کنم مکه. چند سال شد در روسیه هستین اگر که 7 سال است. 7 سال است. 7 سال. یکم نوآوری پیشروی اومدین رفتین چیزی به دست آوردین؟ هیچی نیست. بالاش بزنه به همون شهرش. دوما سوخته دو قوری پدرش سوخته لعنتی حرامی. ما او دوما در سر میزنم. در چیکار میکنم او دومی لعنتی تو سوز کردگی بمون زواد سوز که یا زن کار کنه بمون یا فابریکا سوز که مردم کار کنه خلق بیچاره. چیکار میکنه؟ این روز پگه مردم آدمخوری میشود در اوجا. بله. این آرده این قیمت کده است. ای کجا میویم میخریم؟ ای کجا میویم؟ با خدا کم میگم زورم نمیرسه فرزندای خود من بخرانم. 2 تا فرزندک دارم نمیدونم چقلی بخرانم بپشانم شو. ای فینی و 4 تا فرزندکی پدرم طلبای مکتبن. ای مکتب پشوک نگیری میگن نیو مکتب. اینا ای آدمگریه. ای روی تو دانی خدا. ای انسانگریه. ای ایمانداریه. اینا ما چی بگم این حکومتی را خدا لعنت چون کنه همشه. ای چی گپای؟ این لعنتی را هیچ کوی برکدگی نیست نویرنه. هیچ کوی برکدگی نیست این لعنتی حرامی خدا زده را. چی خودش من نمیدونم. این خلق عذاب کشیده تو چند مردم ما بیناموس شده است من نمیدونم. در انتخابات اشتراک کردین اگر انتخابات رفتین؟ نه ای کجا انتخابات ای سرشون بمونم. میدونیم که انتخابات همون لعنتی با هم کاری خچه میکنه رنگی هر ساله. هر وقتی چیز به دیگه ما چیز میوه دست ما چیز میوه. این لعنتی را ما نمیدونیم دیگه چیکار کنیم. خیلی مردکو ما نمیخواستم با من زنا را بگم بخیزین آخی ما بخیزین. مردکو ما ناموس داریم والله. بله. ما ناموس داریم مردکوی ما شتن رنگ ایزور بپوشیم بگردین رنگی زنکو در پشتی زناتون بجا نشین ایزور بپوشیم بگردین. خواهرای مردم مادرای مردم از نسل میکنن. این قکورو میشه و خواهر یک کس میکشن اپا یک کس میکشن یا فرزند یک زن میکشن. ای روی خدا توری میگیره. نه این مردم ما هم قچیشون کردیستن دهناشون محکمن. بله. سلامت باشین. مادراشون از نسل میکنن. بخیزین مردم بخیزین. تو چند خر میکنی نه برادرو؟ تو چند
ما زنم والله مرا ناموس اومده، من ناموسم اومده خیستم اومدم اینجا کار میکنم. این ناموس یک مردک هم نمیتونه. ما در شهر مردم گشنه و تشنه میگردم، نه که اوخی مو زنم و یک من نیستم اکا، یک تو من نیستم در جا گشنه و تشنه. ده ها زن ها گریه میکنن او چمشون در پرای روشون میگه فرزندامو در جا اومدیم در جا عذاب میکشیم. این همی روی انسانگری روی مردی امو لعنتی حرامیه خدا سیاه پیچه مرگش بکشه با اولادش. لعنتی حرامه. بله تشکر اپا جان، سلامت باشین. سلامت خب رحمت کلان اپا جان، خدا نگهبانتون. واقعا خب دوستان عزیز، در اینجا من نگاه دارم قریب زیاده از 4700 قریب 4800 نفر در پخش زنده هستیم. از شما خواهش میکنیم که همون امکاناتی که دارین، همون یک تگمه لایک که دارین همون را بجی خیلی خواهش میکنم و سبب جخیدن شما هم یک تگمه رسیدن برنامه ما به دیگر نفرها هست. مطمئن باشین بیرون از این چیزی نیست. ما خواهش میکنیم شماره تماشابینان به 5 و 6 و 7000 برسه و توانیم که در قلب‌های چاپلوسان، در مشکلات هایی که آنها برای ملت میکنن و فکر میکنن که مردم خوب است برسونیم در یک جایی. من خواهش میکنم لایک بگذارین و ما را دستگیری کنین دوستان عزیز. همینجا یک نوار از میگذاریم و بعد صحبت های ادامه میتیم. قبل از اون که ما را به جرمی قبل از اونی که ما را به جرمی خب نمیدونم دشمنی ملت یا که چاپ نمیدونم صدها جرم دیگه میگی، ما ملت از وطن فرق نمیکنه. این مادری که از مهاجرت گپ میزنه این همی از عضوی این همه ملت. فهمیدی؟ تو یاد بگی که عضوی همه ملت زیر عباره ملت چی چیزی است؟ چیز خوردنی نیست که تو همجا تلفن گیرا میکنی بخری و ملت بگوی. نه، هر داد این مادر دادی ملت است، هر داد یک مهاجر یک غریب دادی ملت است. میفهمین؟